اگر امتحانات نهایی تو خراب کردی این ویدیو رو ببین. سلام بچه های خوشگل من، چطورین؟ و من اومدم کتاب خونه براتون ویدیو بگیرم. یعنی عملا اینجا کتاب خونه است. خب مثال مطالعه بیمارستانمونه. من اومدم درس بخونم. خب بعد یکم تمرکز نداشتم. بعد از اون جایی که فردام تو خونه نیستم و ویدیوی این هفته رو نگرفته بودم، گفتم چه فرصتی بهتر از این که همینجا ویدیو رو بگیرم و تا کسی نیومده اوکیش کنیم، چون من دیگه واقعا وقت ویدیو گرفتن ندارم. دوشنبه خونه نیستم، فردا نیستم، پس فردا هم نیستم و خب اینجا دیگه قسمت شد ویدیو رو بگیریم. امیدوارم که از این ویدیو بتونید نهایت استفاده رو ببرید. دوستتون دارم. فعلا بریم تا ویدیو رو داشته باشیم. مورد آخر که آسون ترینشه و بهترین و کمک کننده ترینشه از آن توست. پس مورد آخر رو از دست نده. اینجا سالن مطالعه بیمارستانمونه. اینم از ویوش. و این خونه رو ببینید، واقعا خیلی خوشگله. آره خلاص بریم برای ادامه ویدیو. Let's go. میبینید که هیچ از توش نیست و بعد اومده بودم کلیه رو بخونم. کورس کلیه داریم و بعدش برم خونه چون کارامون رو انجام دادیم و اینا شرم حالمون رو گرفتیم. بعد ویدیو یوتیوبم رو نگرفته بودم. گفتم الان که اینجا هیچ کس نیست و منم که خب دیر وقت میرم خونه هستم، نمیتونم دوباره ویدیو بگیرم. فردا هم دیگه کلا خونه نیستم دیگه. همینجا ویدیو رو بگیریم تا کسی نیومده. امیدوارم وسط ویدیو کسی نیاد. اگر که حس بدی به امتحانات نهایی داری، بریم ببینیم با هم که برای خوب شدنمون، خوب شدن حالمون و مهمتر از اون این که این یک ماه چجوری بتونیم بهش بچسبیم و چجوری بتونیم حال خودمون رو خوب کنیم، بریم. خب یکی این که ببین، میدونم که مثلا یه امتحان رو خراب کردی، 2 تا رو خراب کردی، 3 تا رو فکر میکنی خراب کردی، ولی احساس خودتو بشناس. بدون که مثلا الان ناراحتی، الان داری خودتو نمیبخشی، الان اینجوریه که تمامی زحماتتو داری نادیده میگیری. چرا؟ به خاطر اینکه اینجوریه که داری خودتو تنبیه میکنی. خب نباید خودتو تنبیه کنی. این احساسات ناامیدی و افسردگی و استرس که به خودت میدی فقط داره خودتو عقب میندازه. خب پس درسته که اگر یه امتحانی خراب کردی یا اونجوری که میخواستی ندادی یا بی‌دقتی کردی و من مطمئنم که زورت میاره از بی‌دقتی هایی که کردی، از اینکه تلاش براش کردی، ولی مطمئن باش که همه این بی‌دقتی ها رو دارن. تو تنها نیستی، همه این احساساتو دارن. چه اونی که 19 شده، چه اونی که 18 شده، چه اونی که 17 شده، چه اونی که چتون امتحانی که مثلا حتی 17 برای شاهکار بوده و تو الان نمیدونی. خب پس به خودت ناامیدی نده، به خودت اصلا ناامیدی نده. مثلا من یکی از بچه‌ها بهم میگفت آره آقا من سلامت و بهداشت و 14 شدم. خیلی ها هستن که با همین سلامت و بهداشت 14 پزشکی و دندون و اینا قبول شدن. پس اصلا به خودت ناامیدی نده. مورد بعدی این که ببین تو الان اشتباه کردی دیگه. خب بالاخره یه اشتباهاتی سر امتحانت انجام دادی که باعث شده که اون امتحان رو بد بزنی. حالا بی‌دقتی بوده، کم بوده زمان بوده، نکردن مدیریت خودت بوده، کم خوندن بوده، از تلاش کم خودت بوده، کلا هر چی بوده. تو الان وظیفت چیه؟ وظیفت اینه که بری بشینی تحلیل کنی اینکه چرا غلط زدی. اگر بی‌دقتی بوده مثلا هی باید سوال بیشتر حل کنی تا مثلا بی‌دقتی کمتر بکنی. خب اگر که چه میدونم مدیریت درست نبوده باید هی امتحان نهایی حل کنی، یا مثلا ورژن کنکوریش میشه آزمون هی باید بزنی. اگر که سوادت کم بوده باید تلاش تو بیشتر کنی. خب و باید ببینی که تو تایم داری چی کار میکنی که سوادشو نداشتی، سوادت کم بوده. خب یا مثلا
از اون طرفم خب شاید هم امتحانش خیلی سخت بوده و خب همه خراب کردن، اینم باید در نظر بگیریم. خلاصه اینکه بعد بشینی امتحانات رو تحلیل کنی، نه اینکه سرزنش کنی خودتو. مورد بعدی اینکه اگر که یه امتحان خراب کردی طبیعیه. ببین درسته که ضریباش تو ذهن تو بالاه، ولی اگر که بیایی با هم حساب کنیم واقعا اونقدر زیاد هم یه امتحان خراب شدن یه امتحان تأثیر نداره و تو هم با کنکورت هم با بقیه امتحاناتت میتونی این امتحان رو ترمیمش کنی و اوکیش کنی و اصلا نگران نباش، اون جایی که متعلق به توئه بهت میرسه. بعد مورد بعدی، مورد چهارم چیه؟ راه نجات. خب راه نجات خودتو پیدا کن، برو بشین بر خودت برنامه جبران بریز. خب و اگر که یه امتحان خراب کردی برو اونو جبرانش کن با بقیه درسا، چه میدونم با تلاش بیشتر، تمرین کردن بیشتر و خلاصه اینکه تلاش تو زیاد کن که اشتباهات تو پیدا کنی و پلن و برنامه ریزی تو درست کنی، قوی کنی که اونا بتونی جبران کنی. واقعا شدنیه و من مطمئنم که میتونی، مطمئنم میتونی. مورد پنجم اینه که ببین درسته که همه این راهکارا رو گفتم و باید عملش بدی، ولی به خودت قول بده که واقعا برای رسیدن به اون چیزی که عاشقشی، عشقشو داری و واقعا براش قرار زندگی تو بدی، به خودت قول بده که همه این چیزها رو انجام بدی. درسته که سخته که تو تایم از دست ندی، درسته که سخته که الان ذهنت کلی درگیره اون امتحان است و کلی درگیره افسردگیه، ولی تو واقعا اذیتی، ولی باید تلاش تو بکنی که ذهن تو از امتحان بیاری بیرون و بچسبی به بقیه درسا و هرچی ترس و ناامیدی تو افکارت هست رو خارج کنی. خب همه اینا درسته و این کارا خیلی سخته، خب ولی به خودت قول بده که تا ته تهش مبارزه کنی و تا ته تهش جلوی این سختی ها دووم بیاری. خب و من مطمئنم که تو توانایی این کار رو داری، پس به خودت ناامیدی و ترس و افسردگی نده، نذار بهت غلبه کنه و تا تهش عالی ادامه بده و به خودت قول بده که این کار رو میکنی. به خودت قول بده. و راه حل آخر که خیلی راحته و همه این کارا رو اگر انجام دادی و باز هم مثلا یه سری چیزا رو بلد نبودی یا مثلا باز هم سردرگم بودی، باز هم دو به شک بودی که تو این تایم بهتره چی کار انجام بدی، من هستم اینجا تا کمکت کنم. هر سوالی داشتی میتونی از من بپرس، همه جوره هستم تا بهت کمک کنم. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم کلی موفق باشید. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. تا یه ویدیوی دیگه لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.